بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول حادثه دیروز جنایت را که علیه هموطنان سیک ما در معبدشان صورت گرفت جدا تقبیح میکنم. یک جنایت ضد بشری. مردمی وطن دوست، مردمی که ملک و مردم خود با وجودی که در اقلیت مطلق قرار داشتن ترجیح دادن و در بین مردم خود با صلح و آرامش زندگی میکردن مورد هدف قرار گرفتن. من تسلیت میگم به خانواده هایشان و هم نشان میده که هنوز هم تهدید تروریسم در کشور ما یک تهدید واقعی و یک تهدید بزرگ است و مردم ما آسیب پذیری دارند در برابر اینا. در قدم دوم، دو روز قبل همونطوری که هموطنان ما در جریان میشنوین؟ بله، بسیار. در حالی که بحران کرونا هم در سطح جهانی یک تهدید را برای بشریت ایجاد کرده، گفتن که باعث اولین سفرم در جریان بحران احتمالاً که آخرین سفرم باشه. این نشان میداد اهمیت را که ایالات متحده امریکا به وضعیت افغانستان و به ادامه همکاری‌هایشان با افغانستان از خود نشان دادن که ما تشکر میکنیم و استقبال کردیم و میکنیم. در این حال اونها همون قسمی که در صحبتاشان با ما و در صحبت مشترک با دکتر سید اشرف غنی یادآوری کردن به قصد میانجیگری نآمدن، بلکه خواستن که جدا تاکید بکنن برای حل فوری بحرانی که ناشی از انتخابات و تقلب در انتخابات و بحرانی که به میان آمده در سطح سیاسی تاکید روی مسئله داشتن. گفتن فرمول نداریم، نمیخوایم فرمول را تحمیل بکنیم، اما رهبران سیاسی افغانستان از جمله دو شخص، دکتر سید اشرف غنی و ما، مسئولیت داریم که این قسمت برش راه حل پیدا کنیم و اگر راه حل پیدا شود کمک های ما ادامه پیدا میکنه. در پروسه صلح ما کار خود با جدیت ادامه میدیم، در مقابله با تروریسم در پهلوی مردم افغانستان هستیم و در حمایت خود از افغانستان و مردم افغانستان ادامه خود دادیم. و این هم بسیار واضح بود، همونطور که پسان در اعلامیه‌شان هم انعکاس پیدا کرد که اگر راه حل شما پیدا نکنین و برای بحران این هم علاوه شود با مشکلات دیگه که افغانستان داره، از جمله در این موقع مسئله بحران کرونا یک تهدید بسیار بزرگ که مردم ما را هم تهدید میکنه و ادامه جنگ در کشور، چون این مسئله بالای امنیت ملی ایالات متحده امریکا تاثیر داره، بالای پروسه صلح که هدف مردم افغانستان و اولویت بر مردم افغانستان هم هست تاثیر داره، بالای سلامت نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تاثیر داره. بنابراین حل بحران حتمی و فوری باید صورت بگیره. طریقش و روشش گذاشتن برای ما. من در صحبتی که بعدتر با دکتر سید اشرف غنی داشتم تنها یک به یک، خواستیم که با کمال انعطاف پذیری یک راه حل برای مسئله پیدا کنیم. چون اگر بگوییم که مشکلی وجود نداشته، انتخابات گذشت، مسائل حل است، این واقعیت نیست. مردم افغانستان میدانند و تمام کوششی را که در یک مدتی که زمانی که وجود داشت کردیم، متاسفانه از طرف مقابل ما هیچ نوع انعطاف ندیدم. بحثای بعدتر مطرح شد که گویا ما اصرار به تغییر یک شبه در قانون اساسی داشتیم که در مورد از او باز من صحبت خواهد کردم. قبل بری هم شخصیت های ملی افغانستان مانند جناب جلالالمآب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، جناب استاد سیاف
رهبر جهادی برجسته کشور، اینها کوشش‌هایی را براه انداختن تا اگر بر این مسئله یک راه حل پیدا شود که متاسفانه او کوشش‌ها هم نتیجه نداد. به دلیلش هم واضح بود، یک طرف پافشاری بر موضع خود داشت و این مشکل نیست که با کوشش و انعطاف یک طرف تنها حل شود. هر دو طرف هم میخواه که از هم درک نشان بدن، درک مسئولانه نسبت به اوضاع کشور، نسبت به مسئولیت هایی که داریم، هم به حیث شهروند هم به حیث شخصیت های کشور. در اون صورت، فقط در اون صورت است که میتونه به این مسئله یک راه حل پیدا شود. مشکل شخصی نبوده هیچ وقت. ما با طالب ها حدود 25 سال بیشتر، 27 سال است که در جنگ بودیم. حالا میخوایم با اونا در صلح وارد شویم و معنایش است که جنگ، کشمکش، نزاع، منازعه راه حل نیست و وقتی که در اینطور یک شرایط قرار داریم، در اینطور شرایط باز ایجاب میکنه که مسئولانه برخورد شود با قضایا. مسئله قانون اساسی افغانستان، روحیه اصلی قانون اساسی افغانستان احترام به رأی مردم است، به انتخابات شفاف و عادلانه تاکید داره. روحیه قانون اساسی افغانستان مبتنی بر عدالت است، مبتنی بر صداقت است، مبتنی بر برابری است، در حالی که متاسفانه ما شاهد نقض قانون اساسی در این دوره هم بودیم. چندین بار فرمانهای تقنینی خلاف قانون اساسی، ایجاد ادارات موازی و تمام این مسائل. خب روی زو باز یک وقت صحبت و بحث صورت خواهد گرفت. ما آنچه که در مطابقت با روحیه قانون اساسی کشور بوده مطرح کردیم و باعث یک راه حل و میگم هم که در این راستا اما انعطاف لازم ما از خود نشان دادیم. اما متاسفانه با جواب رد مواجه شدیم که نتیجه از او، یکی از نتایجش، از یک طرف ادامه بحران، از طرف دیگه قطع کمک های 1 میلیارد دلاری ایالات متحده امریکا بود. البته آقای پامپئو این نکته را هم تاکید داشتند که اولین اقدام ما خواهد بود اگر موافقت صورت نگیره بین دو طرف و اقدامات بعدی را هم در قبال خواهد داشت. خب با این مسئله هم برخورد سرسری کردن که ما منابع را باز از یک جای دیگه پیدا میکنیم، خود از این هم واقع بینانه نیست متاسفانه. خب این هم روش غیر مسئولانه را نشان میده در قبال مردم، چون این کمک ها به نام مردم افغانستان صورت گرفته، به نام یک شخص، دو شخص نیست. این کمک میتونه بخش صحت متضرر بسازه، قطعی کمک ها بخش معارفه، بخش زیربناره، بخش انرژی را، و از کجا و در کدام شرایط ما میتونیم که 1 میلیارد دلار که باز اگر اقدامات بعدی هم متعاقب از این باشه باز ما بگیریم با او راه جبرانش پیدا کنیم. معنای حرفی است که ما در بلاجاجات خود ادامه میتیم و شما هم کمک هایتان قطع میکنین، دیگه هم اگر قطع میکنین قطع کنین و این ما روش مسئولانه نمیدانم. اما طوری که در قبال انتخابات و پروسه انتخابات، اصلاحات انتخاباتی غیر مسئولانه برخورد شد و کشور با یک بحران بسیار بی سابقه مواجه شد ای بار. اما طور متاسفانه این روش و این برخورد هم مسئولانه نیست به هیچ صورت. از طرف دیگه ما نمیریم دوباره به طرف انزوای سیاسی. نباید بر افغانستان ادعا میشد که افغانستان از انزوا برآمد. اگر روابط ما با ایالات متحده امریکا، با جامعه بین المللی، بر روابط بعد از جنگ سرد تقلیل پیدا کنه یا تنها محدود باشه به ادامه مبارزه با تروریسم، من فکر نمی کنم که در راستای منافع ملی کشور ماست. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه مردم افغانستان است. مردم افغانستان که از صدها مشکلشان یک مشکلشان حل نشده، یک بحران دیگر ما ایجاد میکنیم و میگیم که بعد عواقبش هم ما میتونیم که جبران بکنیم. به هیچ صورت قطع کمک ها قابل جبران نیست و دوامی بحران به نفع مردم افغانستان نبوده و نیست.
در پهلوی از او مسئله کرونا که نمیشه که درباره اهمیت این مسئله و تهدیدی که متوجه مردم ما هم هست امروز، وقتی که کشورها با بیشترین امکانات، سهولت‌ها و تجهیزات، پرسنل صحی، اونا با چالش مواجه شدن، کشور ما هم از این مبرا بوده نمیتونه، مسئول بوده نمیتونه. یک بار دیگه میخوایم که توجه هموطنای ما را به جلب کنم که مرضی که هنوز تداوی نداره، واکسین برش ساخته نشده، یگانه تدبیر و تدابیر وقایوی بوده میتونه. حفظ فاصله اجتماعی، عمل کردن به توصیه های وزارت صحت عامه، خودداری از برگزاری اجتماعات، مراعات حفظ شخصی و یکی بدانیم که از اون زمانی که درباره این مرض شوخی صورت می گرفت و شوخی پنداشته می شد یا یک وهم پنداشته می شد، از اون مراحل گذشته و با در نظر داشته خصلت این مرض که حدود 15 روز 2 هفته هنوزی مخفی میمانه و آثارش نمایان نمیشه و یا کسایی که حامل ای ویروس هستن اونا میتونن مریض باشن بدون از اینکه عوارضش داشته باشن و ناقل باشن. با در نظر داشته از این یگانه راهی را که در پیش رو ما شما داریم بحث شخص، بحث فرد و در اجتماع قبول از این که یک مشکل بسیار بزرگی را علاوه شده به مشکلات دیگه ما و با همه این مشکل سیاسی نیست، این باز فرق هم نمیکنه بین تیم و تیم دیگه یا کس دیگه، غریب، فقیر، دارا، نادار، جوان، پیر، طفل، حتی از این لحاظ به سطح ملی یک همبستگی ملی را ایجاب میکنه و در این حال از مؤسسات بین المللی، نهادهای بین المللی که در این عرصه به افغانستان کمک کردن تشکر میکنیم. بانک جهانی 100 میلیون دلار اختصاص داده، سازمان صحی جهان پول اختصاص داده و مشوره و همکاری تکنیکی داره. ایالات متحده آمریکا اعلان کردن که 15 میلیون دلار در این عرصه کمک میکنن به افغانستان. از نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده توقع ما است که همکاریشان با افغانستان در این عرصه و در این زمینه ادامه بدن. در این حال برخورد غیر سیاسی با این مسئله و همکاری در سطح ملی، همکاری علمای کرام، همکاری جامعه مدنی، نقش بخش خصوصی در این راستا از هر شهروند، از رسانه ها، از شبکه های اجتماعی برای ایجاد آگاهی بیشتر در بین مردم، چون میدانیم روش مردم خوده که هنوز هم این مسئله را در سطح مردم این مسئله جدی گرفته نشده. در پهلوی ازی که وزارت صحت عامه مکلف است که بسترهای تازه ایجاد کنه، تجهیزات لازمه که بر علاوه آنچه که تا به حال کوشش کردن میسر بسازه، زمینه را برای تست و برای امتحان مساعد بسازه. در این حال همکاری مردم نقطه کلیدی است. هر کشوری که در این راستا در ابتدا غفلت کرده و فکر کردن که احتمالاً متوجه از اونا کمتر خواهد بودی مشکل، بعدتر باز قیمت به مراتب بالاتر پرداختن و قیمت با جان مردم و زندگی مردم سر و کار داره. ما خوشبختانه مرگ و میر در افغانستان ارقامی که ارائه شده کم است، 2 نفر است. تلفات که تسلیت میگیم به خانواده ها، تعداد ارقام مصابین تا به حال 84 نفر گفته شده، اما خطر از این که یک باره ما چند مرتبه بیشتر با مصابین و با اعراض شدید از این مواجه باشیم
کاملا وجود داره. مسئله صلح برای مردم افغانستان اولویت است و ما هم از کوشش هایی که در این راستا ادامه داره حمایت کردیم و حمایت میکنیم. مسئله تبادل اسرا را از هر دو طرف مفید میدانیم و کمک میکنه به تسهیل مذاکرات بین الافغانی و شروع مذاکرات میتونه که فضای تازه را ایجاد کنه. ما با تکرار تقاضایی که سرمنشی سازمان ملل از در تمام دنیا در سطح جهانی یک تقاضا کرده، در جایی که منازعه است، جنگ است و برخوردهای مسلحانه است، از تمام اطراف تقاضا کرده که به خاطری که بشریت قادر به این باشه که با بحران کرونا مقابله بکنه، آتش بس سراسری در سراسر دنیا بین طرفهای منازعه روی کار بیاید. من یک بار دیگه از گروه طالبان تقاضا میکنم که اینمی موقع است که اونها هم به صدای مردم افغانستان و خواست مردم افغانستان که برقراری آتش بس دائمی و سراسری است و شروع مذاکرات بین الافغانی و رفع موانع فراراه شروع مذاکره عزم و اراده خود ثابت بسازند. برای مردم افغانستان اطمینان میتونم که کوشش ما یا بحثی که ما در دفاع از رأی مردم داریم بحث منافع شخصی یک نفر، یک گروه و یک تیم نبوده. مردم افغانستان برای مردم سالاری، برای حاکمیت قانون قربانی های زیاد دادند، برای حقوق شهروندی و امروز هم این دفاع از حق همه مردم افغانستان است. تا یک بار و برای همیشه مردم به این اطمینان برسند که دیگه تقلب فایده نداره. دست زدن به تقلب در تعیین سرنوشت کمک نمیکنه و امی لکه ننگ از نام انتخابات افغانستان پاک ساختن وظیفه همه ماست. در حالی که از حمایت مردم، از استادگی مردم و از آگاهی مردم در این زمینه تشکر میکنم و قدردانی میکنم، برشان اطمینان میتونم که چون مسئله شخص من مطرح نیست در این راستا، با قاطعیت در پهلوی اراده مردم استاد بودیم. در این حال برای حل مشکل آماده گفتگو هستیم، آماده صحبت هستیم و من فکر میکنم که باید حتما عقل سلیم امیر ایجاب میکنه، منافع کشور ما ایر ایجاب میکنه که ما برای بحران یک راه حل پیدا کنیم. اگر ایالات متحده امریکا با یک اقدام یک پیام بسیار واضح و روشن دادن او را هم نادیده بگیریم، خواست عام مردم افغانستان که بالاتر از هر چیز برای ما اهمیت داره. در زمانی که افغانستان به وحدت ملی ضرورت داره، به همبستگی بیشتر ضرورت داره، به یک صدا بودن و یک پارچه بودن و صدای واحد در رسیدن به صلح ضرورت داره، ما به نفع نمیدانیم ادامه بحران سیاسی را در کشور. در مورد صلح هم میگم که صلح انحصار یک فرد بودن نمیتونه. صلح خواسته جمعی همه مردم افغانستان است و هیئت از همه مردم افغانستان نمایندگی میکنه و بکنه باید. در این راستا من اطمینان میتونم به مردم افغانستان که ما خواستار ادامه بحران نیستیم، خواستار حلش هستیم، حلی که مورد قناعت مردم افغانستان بوده باشه و امو ادعایی را که داریم که دموکراسی نباید دفن شود، مردم سالاری نباید به صفر ضرب شود، رأی مردم نباید نادیده گرفته شود، استادگی ما فقط در می راستا بوده. از نیروهای دفاعی امنیتی دلیر کشور ما تشکر میکنم به خاطر استادگیشان در سنگرها و استادگی و مقاومت این نیروها و عزم و اراده مردم افغانستان انشاءالله ما را به صلح نزدیکتر خواهد ساخت. هیچ نوع کوشش برای جلب اونا یا داخل ساختنشان در بحران سیاسی که بوده ما نکردیم و این بحث دوباره تاکید میکنم که هیچ نوع کوشش هم
در راستای سیاسی ساختن نیروهای دفاعی امنیتی ما نباید صورت بگیره. اونا یک وظیفه مقدس ملی را به عهده دارند و دستاوردهای مردم افغانستان و نتیجه قربانی‌های مردم افغانستان هستند. سلامت نیروهای دفاعی امنیتی ما، بی‌طرفیشان، عدم مداخلهشان در امور سیاسی برای ما اولویت داره و این را باید که همه احترام کنند. هیچ کسی این حق نداره که از این نیروها برخلاف منافع مردم و در راستای مسائل سیاسی که امیدوار هستیم بر از او راه حل پیدا شود استفاده کنند. ما از کوششی که امروز هم جلسه داشتیم با یک مجموعه از خواهرها ائتلاف زنان افغانستان برای صلح، اونا هم از اوضاع به نمایندگی از زنان کشور از اوضاع جاری و عواقبش پریشانی داشتن و خواستند که بیاین از ما بشنوند که مشکل در کجاست. آیا مشکل شما مشکل شخصی است؟ آیا مشکل شما مشکل یک گروهی است؟ مشکل تیبی است؟ چی مشکل است؟ ما با تفصیل با امرایشان صحبت کردم و اونا میخواستند که در این راستا اونها هم یک کوشش بکنن برای زمینه سازی برای یک راه حل که من از کوشششان تشکر کردم و استقبال کردم. من یک پیشنهادی هم دارم قبل از اینکه به پیشنهاد خود برسم. به مردم افغانستان اطمینان میتم که هیچ تصمیمی را خلاف منافع ملی کشور نخواهیم گرفت و منافع ملی کشور هم ایجاب میکنه که خواست مردم، نظر مردم مطرح باشه و در یک حکومتی که همه خود در او شامل ببینن و تمثیل اراده خود و تمثیل رأی خود در او ببینن، این به نفع افغانستان است. در صلح بهتر عمل کرد میتونه. اگر خدا نخواسته طرف مقابل باز آماده نباشه به صلح و گفتگو، باز هم میتونه برای جلب همکاری مردم، برای جلب همکاری جامعه بین المللی در مقابله با تروریسم مؤثر بوده باشه و مؤثر تمام شود. از این لحاظ به مردم افغانستان تعهد خود در راستای منافع مردم یک بار دیگه تکرار میکنم. از استادگی مردم تشکر میکنم و پیشنهاد معمی است که در پهلوی کوششی که بزرگان کشور به سطح ملی انجام دادن، اگر خواسته باشند تعداد بیشتر 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های ملی کشور اینا وارد این قضیه شوند و ادامه بدن کوشش‌های خود، یک 10 روز را برش وقت بگذاریم از اقداماتی که باعث تشویش مردم، باعث دور شدن وضعیت و مشکلات میشه، از اینا جلوگیری شود و در همین فاصله 10 روز من اطمینان میتونم که آنچه که در توان ما باشه برای باعث افراد و باعث کسایی که نمایندگی از بخشی از مردم افغانستان میکنیم دریغ نخواد کردیم که برای بحران پیش آمده نقطه پایان گذاشته شود. در حالی که فرصت‌هایی که پیشتر داشتیم و فرصت‌ها ضایع شد متاسفانه. در شبی که فردایش 2 مراسم تحلیف برگزار شد و اعلان دولت همشمول در امی محوطه صورت گرفت، در همون شب من کوشش کردم و گفتم با مو ترتیب و با اون زبانی که بلد بودم که فردا شاید یک روز خوب برای افغانستان نبوده باشه. 2 روز قبلم یک روز خوب برای افغانستان نبود. عدم توانایی رهبران کشور نشان داد بر حل یک بحرانی که به دست خودشان است حلش. اما هیچ وقتی یک طرفه این کار صورت گرفته نمیتونه و هیچ کس هم حق نداره که یک طرفه مسئولیت خرابی کشور و عواقبش بگیره و این مجال مردم افغانستان هم نمیتن. البته درباره که آنچه که گذشت نمیخوایم به تفصیل برم که ما چی مطرح کردیم، چی شنیدیم. یک روز مردم افغانستان حق دارن که تمام جریان 5 سال گذشته را، 5.5 سال گذشته حکومت وحدت ملی را که در یک شرایط تقریبا مشابه به میان آمد، اما بازم معنوز هم او را یک فرصت می دانستم چون هر دو تیم هایی که با هم در مقابله قرار گرفته بودند شامل یک حکومت شدند. چرا ناکام ماند؟ چرا حکومت وحدت ملی ادعای کامیابی نمیتونه؟ اونا مسائلی است که در موقعش مردم افغانستان از تمام جزئیاتش اطلاع پیدا خواهد کردن. اما امروز هم امی صدای ما هم از صدای ضعف نیست، صدای نیست که ما دیگه وسیله در اختیار نداریم. درست است ما تفنگ کنار گذاشتیم
ما در دفاع از کشور روز تفنگ گرفتیم. وقتی که مسئله رأی و رأیگیری شد، مردم با رأی خود رفتن و رقابت سیاسی کردند. اما مردم افغانستان نباید در مجبوریت‌های قرار بگیرند. در حالی که جنگ هنوز ادامه داره. گفتم تنها حادثه دیروز شما مثالش بگیرین و روزهای گذشته را، تلفاتی که از نیروهای دفاعی امنیتی ما بود در راستا، تلفات مردم افغانستانه و چیزی که مردم افغانستان قربانی که داده. وقتی که از 50,000 نفر تلفات نیروهای دفاعی امنیتی یاد میشه، اینا فرزندای همین کشور بودن و هستن. قربانی بسیار بزرگی را ملت ما داده. نمیخوایم رنج مردم افغانستان ادامه پیدا کنه و ما عاملش باشیم. یه اطمینان به مردم افغانستان میتونم که او چیزی که در توان ما باشه انشالله برای دریافت راه حل دریغ نخواهد کردیم. تشکر از شما. تشکر.